میدونید که قرار موتور رو کاور کنیم. پس بعد از اینکه قسمت‌های مختلفش رو باز کردیم، بسته‌بندی شد و راه افتادیم به سمت تهران. بالاخره روز موعود فرا رسید و اومدیم کارگاه عمو دایموند. سلام. کلاپ‌های موتور. همین که رسیدیم ما رو برد و یه صبونه مشت بهمون داد. بعد برگشتیم کارگاه و دونه دونه رنگای کاور رو دیدیم و اونی که دوست داشتم و پسندیدم. همین کاور سفید که طیف بردابی داره با حالهای صورتی عالی. قیمتش هم مناسب‌تر از کاورهای دیگه است. البته از قبل توی ذهنم بود که قراره چه رنگی بشه. اینجا هم یکی از خاص‌ترین اف کروزای ایران بود که داشتن تیونش می‌کردن. تقریباً 2 برابر ماشین داشت خرج خود ماشین میشد. و اینجا هم ارس که بچه‌ها داشتن روش کار میکردن و بادی فنسش میکردن. ماساژ گربه‌ایه. ماساژ گربه‌ای توی ارس. حالا بریم برای آنباکس فلاپ‌های موتور خودمون و استارت زدن کاورش. کارگاهی که داشتیم توش کاور موتور رو میزدیم یکی از خفن‌ترین و بهترین هیدروگرافیک کارهای ایران بود. رنگ کاور این سفید جذاب بود که رگه‌های صورتی هم داخلش بود. من که عاشق صورتی ام. برند کاور هم یکی از بهترین برندها یعنی هگزیس بود. هگزیس فرانسه. اول تیکه های کوچیک رو شروع کرد به زدن و بعد رفتیم سراغ تیکه های بزرگتر. کلاً 4 تا قطعه بود. و برای اینکه کار خیلی خفن و خوشگل در بیاد خیلی براش زحمت کشید. اینجا هم کل قطعه‌هامون کاور شد و فقط لوگوی موتور موند که روی کار بذاریم. از اونجایی که یه سفید خیلی یه دست و ساده بود پس تصمیم گرفتیم استیکر اسم خودم هم روی موتور بزنیم. بالاخره برگشتیم و اینم فلاپ‌ها با این کاور خیلی جذاب. ولی خب بستنشو میذاریم توی ویدیو بعدی. پس حتما منو فالو کن و این ویدیو رو هم لایک کن.